خب با یک اجرای مدرن و فوق‌العاده جذاب در خدمتتون هستیم. این ابتدای فلاور باکس بسیار زیبا داریم و قسمت بعدی قسمت جزیره آشپزخونه‌مونه که به عنوان میز ناهارخوری میتونن ازش استفاده کنن. قسمت بعدی این باکس ایستاده است، در کنارش فضای سینک و ماشین ظرفشوییمون یه بین کابینتی خیلی زیبا هم داره. گاز رو روبروی آشپزخونه مشاهده میکنید، زیرش کشو، طرفینش هم سوپرمارکت جای ادویه. یه باکس ایستاده اینجا داریم، فضای یخچال دوقلو، فضای فر و ماکروفر و این قسمت هم اومدیم یه فضا به این شکل طبقه بندی کردیم با عمق کم. چرا؟ چون که پشتش کافی بار بسیار زیبا داریم. برید اینم بهتون نشون بدم. این هم قسمت بعدی آشپزخونه‌مونه که رو به پذیراییه. یک کافی بار بسیار زیبا اینجا براشون طراحی کردیم که زیرش هم 2 تا کشو داره و توی این آشپزخونه از 3 رنگ استفاده شده: توسی سوپرمات، مشکی و طرح چوب زیبامون.